بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که باشین تن صحت و سلامت باشه و در حفظ پروردگار باشین. دوستان و هموطنان گرامی قدر، از همه شما بابت اینکه که دیروز ما نتوانستیم برنامه را در وقت معین، در وقت اعلام کرده برگزار کنیم حضور میپرسیم، چون دیروز مهمون داشتیم و نتوانستیم که در وقتی معینی به برنامه بیاییم و برنامه را پیش ببریم. از این جهت از همه شما عذر میخوام و امروز پروردگار را شکر میگوییم که فرصت شد و سلامتی هم پروردگار برای ما داد. از این نعمتی بسیار بی‌گزنده را از این تشکر میکنم از پروردگار که توانستیم در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار بگیریم. و ان امروز تصمیم دارم در یک موضوع خیلی حساس صحبت کنم، طول یک ساعت تا یک نیم ساعت، و ببینیم که تا کجا ان شاء الله که برادران میتونن دستگیری کنن و کوشش تلاش میکنیم که ان شاء الله که برنامه را پیش ببریم. دوستان و هموطنان عزیز، همونطور که شما از عنوان این برنامه دیدین، من میخوام امروز در موضوع حمله اسرائیل دولت صهیونیستی به قطر، یکی از دولت‌های مسلمانشین، صحبت کنم. این موضوع بسیار موضوع حساسی است که به همه ما ربط دارد. چرا من مخصوص این موضوع را انتخاب کردم؟ زیرا قطر بسیار دور است از ما و امریکا هم در یک طرف و اسرائیل هم دیگه در دیگه طرف. ولی چرا من مخصوص این موضوع را انتخاب کردم؟ زیرا ما دوستان گرامی، یک از اساس‌هایی که ما موضوع را انتخاب میکنیم، میخوایم به آگاهی سیاسی و به انقلاب سیاسی در تاجیکستان یا انقلاب فکری برسیم. انقلاب فکری در حالت به میان میآید که انسان ها از همون سیاهی که یا کمبود فکری که وجود دارد از اون بر میبرویند و در اون اساس فکری که میتوانند یعنی تحلیل کنن و تشخیص کنن به اونجا بیان برسن که بدانن که مثلا وقتی که اسرائیل حمله میکنه به قطر، چرا مثلا امریکا از این دفاع نمی کند؟ اما وقتی که مثلا به تاجیکستان کسی حمله کند، ما چنین یک شرطنامه‌ای داریم که از ما دفاع کنند. یعنی اینجا نقطه اساسی است که ما می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم و تحلیل کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. چون هدف ما این است که بعضی از انسان‌ها در تاجیکستان فکر میکنن که ما با روسیه شرطنامه داریم و شرطنامه‌ای که در اونجا هستن کار خواهند کرد و فردا هر کشوری که بالای ما حمله کند، روسیه بدون یگان مشکلات میتواند از تاجیکستان دفاع بکند و هیچ مشکلاتی پیش نخواهد آمد. برای همین اساس ما امروز در این موضوع صحبت میکنیم. دوستان و هموطنان گرامی، همطوری که میتونید اسرائیل با چند هواپیمای جنگنده به کشور قطر، به شهر دوحه پایتختش حمله کرد و در این حمله هدف اساسی تمام اشخاص و نمایندگان گروه حماس بود که آنها برای گفتگو با پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اونجا نشست جمع آمده بودند و باید مورد صلح اسرائیل و حماس صحبت میکردند که چگونه میشود این را پذیرفت و کدام شرطایش را نمیشود پذیرفت. و در روندی که خود امریکا این پیشنهاد را کرده بود که باید گفتگو صورت بگیرد و صلح به بیان بیاد و طرح امریکا برای صلح در اسرائیل پذیرفته شود از جانب حماس. و حماس هم این نقطه رو در دوحه نشسته بود صحبت میکرد و در روند همین صحبت جنگنده های اسرائیل حمله میکنند و به اون جای نشست را مورد حمله قرار میدن و چند نفر مهمی از نمایندگان حماس در اونجا به قتل به شهادت میرسن و علاوه بر این یکی از محافظان قطری که به همین نمایندگان حماس قطر داده بود و اونم از دنیا میگذرد. و بالاخره بعد از یک مدت امریکا هم خبر داد که ما به قطر خبر داده بودیم پیشکی، ولی بعدا نماینده وزارت کارهای خارجه قطر بار آمد و اعلان کرد که امریکا برای ما 10 دقیقه پس از حمله اسرائیل خبر داد. حالا موضوعی است که این حمله صورت گرفت و حدود 6 تا 7 نفر از دنیا گذشتند و ما میدونیم که قطر یک کشور خیلی خورد در دولت‌های عربی است، ولی در نهادهای نظامی شریک است و این میتواند قطر را چکار کند از چنین یک حمله ها نگه بدارد. ولی ما دیدیم که چنین یک شرطنامه‌های نظامی و شرطنامه‌هایی که وجود دارد اطراف کشورهای عربی هیچ کمکی به قطر نکردند و اسرائیل موفق شد
و قطر کمک کند. مشکلاتی که در اینجا صورت گرفت، چیزی که بسیار جالب بود این بود که در می همین سال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به کشور قطر سفر داشت و در این سفر خیلی زیاد شرطنامه‌های از جمله نظامی با هم گذاشتن که قطر در 96 میلیارد دلار از آمریکا تجهیزات نظامی و این چیزها را خرید میکند که آمریکا موظف است از سرزمینی قطر دفاع بکند. و یادآور میشویم که آمریکا در قطر بزرگترین پایگاه‌های نظامی خود را در خاورمیانه داره. یعنی در خاورمیانه آمریکا از همه جایی که بزرگترین پایگاه‌های نظامی و این بعضی که در تاجیکستان میگیم بس 201 دیویزیاش میگیم اگر که تو ساده‌تر شود، یعنی قوی ترین همین دیویزی همین و این نظامی که دارد در خاورمیانه این قطر است، یعنی بزرگترینش. و حتی از زمانی که امریکا با اسرائیل به کشور ایران حمله کرد، وقتی که ایران موشک‌های رو روان کرد طرف اسرائیل، بیشترین موشکاش از همین دیویزیا یا که از همین پایگاه نظامی برگردانیده شدند. یعنی این گفته می‌دارند که قطر اجازت داد به امریکا تا امریکا بتواند از مدافع خود، یعنی از شریک خود اسرائیل، یعنی حفاظت بکنم و تمامی موشک‌های رو که ایران روان میکنه طرف اسرائیل سری راهش رو بگیرد. خود اسرائیل هم سری راهش رو گرفت، ولی بیشتری موشک‌هاش توسط امریکا از پایگاه‌های نظامی که در خاورمیانه داشت سری راه گرفتند و این باعث گشت که ایران بار اول در تاریخ به قطر حمله کند و قطر را مورد یعنی موشکباران قرار بدهد. اون پایگاه را هم مورد حمله قرار داد که امریکا از اون پایگاه برای دفاع موشک‌ها، یعنی دفاع اسرائیل از همون یعنی ضد هوایی استفاده برد و موشک‌های ایرانی را سری راهش گرفت. خب نشان در اینجا میرسه که یعنی این پایگاه‌های بزرگی که در نزدیک پایتخت قرار دارند نتوانستند از جنگنده‌های اسرائیل که آمدن در پایتخت یک کشور مستقل که به اسم مستقل آمدن حمله کردن و چندین نفر کلیدی که برای گفتگو و برای طرح بازم ایالات متحده آمریکا گفتگو باید میکنن به شهادت میرسونن. این خود نشاندادی چی است؟ نشاندادی اونی است که اسرائیل نمیخواهد صلح بکند، اصلا نمیخواهد که در غزه یگان گفتگوی وجود داشته باشد و یگانه چیزی را که هدف قرار داده است کاملا تصرف کردن، کاملا گرفتن شهر غزه و بیرون کردن تمام مردمی که در شهر غزه زندگی میکنند. یعنی میخواهد کاملا سرزمین فلسطین به دست اینا بیافتد و هر کسی که در غزه زندگی میکند باید غزه رو ترک بکند و من میفهمم به مصر میروند، به دیگر دولت‌های عربی میروند، به اروپا میروند که سالها فلسطینی ها رو از اینجا بیرون میکردن، همین گونه فلسطینی ها رو باز چکار کنن از اینجا بیرون کنن. حالا هدف اسرائیل در اینجا معین است. پس امریکا برای هدف اسرائیل چی کمک کرد؟ ما دقیقا میدونیم که اسرائیل بدون اجازت امریکا هیچ قدمی را نمیگذارد. اگر قدمی را بگذارد امریکا میتواند با او چکار کند؟ کمک بکند. چرا وقتی که ایران به اسرائیل، یعنی اسرائیل وقتی حمله کرد ایران جواب داد، در جوابی که داد تمام موشک‌هاش تقریبا از جانب امریکا دفاع کرده شدند. یعنی اسرائیل کاملا دفاع کرده شد از جانب کشورهای مانند امریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان و دهها کشورهای دیگه که تجهیزات قوی پیشرفته دارن رفتن چیکار کردن؟ تمام تلاش ها را کردن اینکه تا یک از اسرائیل دفاع کنن و همطور هم ایران بازم موفق شد چند موشک در خاک اسرائیل برساند. ولی همین گونه کاری که انجام داده شد در مقابل قطر، چیزی که باید امریکا از همین
کشور دفاع میکرد انجام نداد، حتی آگاه نکرده است که به شما حمله کردن میشود و شما میتونید چیکار کنید، کمی که به خطری رو نگاه بدارید که جانی قطری ها حتی در اونجا ضرر نبینن، بلکه یک قطری هم در مابین همین اشخاص هایی که نمایندگان حماس بودن اونا هم کشته شد. پس نشان داده می شود که امریکا به یگان قراردادی که به قطر دارد پایبند نیست و پایبند بودن نمیتواند، زیرا اسرائیل برای امریکا مهمتر است و اگر چنین اتفاقهای انجام داده شود هیچ وقت دولت‌های عربی چیکار میکنن؟ مورد توجه ایالات متحده امریکا قرار نمیگیرند. حالا در سال 2000 اشتباه نکنیم 19 بود، در دوران اولی پرزیدنتی ترامپ، وقتی که ترامپ به دولت عربستان سعودی سفر داشت و در عربستان سعودی یک ملاقات بزرگی را انجام داد و در اینجا بن سلمان میلیاردها دلار، تریلیون تقریبا به امریکا کمک کرد و از امریکا تجهیزات نظامی خرید و در اینجا ترامپ بارها به اینو اشاره کرد که اگر ما نباشیم شما 1 ساعت ایستادگی کردن نمیتوانید و از شما هیچ کسی دفاع نمیکنند و این مایم که امنیتی بخطری شما را شکر کردیم میگیریم. حالا دولت های عربی از خود نیز یک اتحادیه دارند که عربستان سعودی است، امارات است، قطر است، بحرین است، یک 3-4 دولت یا 5 دولت هم تا 6 دولت، اونها نیز یک نظامنامه با هم دارند که میتونن از یک دیگر دفاع بکنند. پس وقتی که امریکا میآید به اینا میگوید که امنیت شما وابسته من است و من هستم که هیچ نفر جرأت نمیکند به شما دفاع یعنی حمله کند، پس این ادعاها کجا میرود؟ پس این نظامی که حوزی در وجود جوری است 5 کشور عربی و 6 کشور عربی باید به خلاصه بیان برسن که امروز مدافع ندارن وقتی حرف سر اسرائیل میرود. اگر همین روز اسرائیل به هر یک از این کشورها حمله کند، مطمئن باشد که امریکا کمک نمیکند و خود دولت‌های عربی هم بعد از حمله اسرائیل به این متوجه میشوند، یعنی میفهمند که هیچ وقت امریکا از خود اونها دفاع نمیکند در حالتی که اسرائیل به اونها حمله کند. پس اسرائیل بزرگ که میخواهند اون رو بسازن، ادعاهای قوی اسرائیل تنها نیست بلکه ادعاهای ایالات متحده امریکا نیز هست که میخواهد به هر طریقی که نباشد چکار کند؟ دولت اسرائیل بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شود و دولت‌های عربی ضعیف و ضعیف و ضعیف، وگرنه اینقدر مشکلات جا نمیشه. مسئله دومی که وجود دارد این مسئله دولت‌های عربی هستند که دولت‌های عربی عین حال به خلاصه میان میرسند که باید در کنار کسی باشند که او از اونها دفاع میکند و یا اینکه از خودخواهی که دارن میگذرن و برای مردم میآیند میشینن صحبت میکنن و میگویند که ما دیگر مدافع نداریم، مدافعایی که تو امروز به ما لاف میزدن وجود ندارد، پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید با هم بشینیم تمام دولت‌های عربی و صحبت کنیم و در عموم یک اتحادیه دقیقی بسازیم که از خاور میانه پای تمام خارجی ها بیرون کرده شود. در صورت خارج کردنی کشورهای ابرقدرت از خاور میانه، پس عرب ها میتوانند از خود دفاع کنند، وگرنه دیگر مدافع اینها برای خود دیگر ندارند. اینو دقیقاً این چیز درک خواهند کرد، درک کردن لکه بعد از این حمله، یعنی دیگر راه بجز مدافع یعنی خودشون مدافع خودشون بودن ندارن، چون دیگر امریکا به اینا کمک نمی کند و این نشان داده بود که در روز گذشته، یعنی دیگه روزی که حمله شد، از این رو امریکا بسیار روشن و واضح یک پیام داد برای تمام دولت‌های عربی. اون ادعاهایی که ترامپ کرد در وقتی رئیس جمهوری دوره اولش دروغ و اشتباه بود، یعنی کاملا به خاطر منافع خودشان و بهتر ساختن وضعیت اقتصادی، از این بالاتر نبود. و در دوران دوم انتخاباتش هم، یعنی بعد از اون که پرزیدنت شد، بارها به دولت‌های عربی اشاره میکند و همیشه اونها را ادعا میکند که شما بدون ما هیچ کسی است و بدون ما یگان کار کردن نمیتوانید. پس دقیقاً
همین طوری است که من گفتم، یعنی هیچ مدافع اینا ندارن مگر اینی که خودشان یک اتحادیه میسازن، سرجم میشوند با هم و با هم مشکلی داخلی خودشون حل میکنن، مشکل خارجیشون در اتحاد با یکدیگر یک نظامنامه ای میسازن و اون نظامنامه و اون اتحاد سرجمعی میتواند از سرزمینی عرب ها دفاع بکنند. در غیر صورت دولت عرب ها پای یکدیگر مورد حمله قرار میگیرد و هیچ مدافعی نخواهد داشت. حالا چرا دولت‌های عربی چنین کار رو نمیکنند؟ این سوالی است. یعنی ما نقطه سوم رو میخوایم صحبت کنیم. موضوع اساسی این رو میبینیم که چرا دولت‌های عربی نمیتوانند چنین کار بکنند و اگر بخواهند توانایی این رو دارند. یعنی خاورمیانه توانایی ایستادگی در مقابل امریکا را دارد، میتوند کاملا از دولت‌های مثلا خلیج فارس امریکا را بیرون بسازند و امریکا در حالت عین حال نیست که بتواند جنگ‌های در خاورمیانه داشته باشد، چون امریکا در خاورمیانه از چندین کشورها شکست خورد، هر جایی که وارد شد آخر شکست بود و به دست یهودیان امروز در خاورمیانه چیکار میکند؟ یعنی تمام جنگ‌هایش رو پیش میبرد. در افغانستان شکست خورد، در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در یمن شکست خورد، در لیبیا، یعنی در تمام کشورها شکست خورد. پس وقتی که ما دولت‌های عربی امروزه که عین حال در اونجا امنیت برقرار است و جنگ نیست، اونهایی که امروز مورد مثلا حمله اسرائیل قرار گرفتن و دقیق است که میتوانند امریکا را چکار کنند؟ از همین منطقه بیرون کنند. حالا چی نمیگذارد؟ این سوالی اساسی است. چین نمیگذارد که همین عرب‌ها از توانایی خود استفاده کنند؟ یک چیز است: خودخواهی و باوری نداشتن به دیگران. دولت‌های عربی هر کدامش برای خودش یک شاهنشاهی دارد و هیچ یکی از اینها آماده گذشتن از خودش نیست. هیچ کدامی از اینها باوری کردن، اعتماد باوری به یکدیگرش ندارد. ایش در روی یکدیگرش دشمن را می‌بینند. این خارجی ها که از اومدن عرب ها را میگن که شما با هم باشید، یعنی اید به اید جنگ نکنید. و اگر همین خارجی ها نباشند مطمئن باشید که همین عرب ها باز با خود مشکلات روبرو در یک دیگرش رو چکار میکنن؟ حمله میکنن، ایشیش رو میزنه، ایشیش رو میزنه. چون خودخواهی در اینها بسیار بزرگ است و این باعث میگردد که چکار کنن؟ اینها با هم نشود. وگرنه زمانی که ایرانی تنها توانسته است در یک یعنی کره زمین خودش تنها بدون داشتن یگم نظامنامه، عهدنامه، شرطنامه نظامی با یگم کشور، با یگم بلوک نظامی بتواند ایستادگی کند، دولت عربی که پولدارترین عین حال هستند میتوانند تکنولوژی پیشرفته عین حال بسازند، چگونه نمیتوانند ایستادگی کنند؟ راه‌ها، نفت، راه‌های مهم در دستشون که اسرائیل را میتوانند کاملا منصرف کنند، ببندن راه‌هایش را که یگان کار کردن نتوانند، نفت را میتونن قیمتی بازارش را در جهان خراب بکنن، کاملا از بین ببرن که تمام اروپا و امریکا و تمام کشورها به بحران دچار میشوند. یعنی اگر بخواهند میتوانند، ولی خودخواهی اونها رو نمیگذارد. من یک روزی در شهر لندن یک از عرب ها رو ملاقات کردم و موضوع رفت طرف فلسطین و اونها آماده حتی نیستن یک ذره برای فلسطین کار بکنن وقتی که حرف در انتقاد سران کشور خودشون میرود. اونها آماده برای سران کشور خودشون رو جان بدهند ولی آماده نیستن برای فلسطین یک ذره چکار کنن؟ کمک بکنن. حتی جمع و نشری مولی که از عرب ها میتوانستن به دولتی فلسطین کمک بکنن جلوگیری کردن، پیشگیری کردن، نگذاشتن. خطی حکومت ها و این از نشاندادی چیست؟ نشاندادی اون است که اونها نه پروای عرب دارن، نه پروای عجم دارن، نه پروای مسلمان دارن، نه پروای اسلام دارن. خودخواهی آنها را باعث گردانیده است که با هم اختلاف داشته باشند و پراکنده پیش بروند و هیچ وقت توانایی با هم ایستادن رو ندارند تا زمانی که از این خودخواهی نگذرند و درک نکنند که دیگر مدافعی ندارند. نکته چهارم این که اینها امکان دارد با هم بیایند ولی فقط تنها با یک اساسی که
اینها بعد از حمله اسرائیل به قطر بیایم به خلاصه‌ای برسن که دیگر ما امروز به اون جای اومدیم رسیدیم که هر لحظه امکان دارد یکی از ماها مثل که صدام حسین رو کشتن، مثل که قذافی رو کشتن، مثل ده‌های دیگر همین نقطه های در همین نمیفهم نچندان زمانی نچندان دور نوبت هر یک از کدوم اینها خواهد شد. اینها اگر به همین خلاصه اومدن رسیدن، پس امکان دارد که از خودخواهی خود بگذرن و بیاین سر یک میز با هم بشینن و بگوین که بیاید یک اتحادیه ما بسازیم، اتحادیه نظامی، و این نظام مثل که ناتو در سر لشکرش مثلا امریکا و تمام اتحادیه اروپا و دیگر کشورها زیر یک بلوک نظامی ناتو وجود دارند و ناتو چکار میکنند؟ کلیدش دست امریکا خوب اداره میکنند و اونها را میتوانند که با هم بیان یک بلوک نظامی بسازند و کلیدش دست یک دولت عربی و او بتواند اقتصاد بیشتری را در اوج مصرف بکند و بتواند چکار کند؟ اون بلوک نظامی را کاملا اداره بکند و از این طریق بلوک نظامی بتوانند سرزمین خود را دفاع کنند و با هم تمامی این زمین های هست، نفتی که هست، راههایی که به آب میگذرد، همه اینها را چکار کنند؟ با هم اداره کنند. این فقط در نقطه در حالت به میان میاد که عرب ها بعد از همین حمله یعنی به اون اومده باشن که دیگر امریکا مدافع اونها نیست و این مثلا. حالا برمیگردیم به مسئله دیگر. ببینید مسئله که من میخوام بیشتر در این صحبت کنم، مسئله ای که در این جون نشان داد، مسئله مهم، این مسئله ارتباطی مسلمان ها کل جامعه اسلامی با ارتباط خارجیان است، کل کسانی که مسلمان نیست. من اینجا یک تاجیکستانی را خارجی نمیشمورم، یعنی کلی دولت های اسلامی، جامعه اسلامی. ما حال دولت اسلامی که نداریم ولی در اون جامعه اسلامی، جامعه های اسلامی و جامعه های غیر اسلامی. اینجا مهم است که بعد از حمله قطر در رسانه‌های خارجی، یعنی منظورم غیر از جامعه اسلامی، تمامی موادهایی را میبینید که تمام جهان تنقید میکند، تمام جهان تنقید میکند و آماده دفاع هستند و میگویند که کشورها ظلم کردن، امریکا رو تنقید میکنند، کشورهای اروپا رو تنقید میکنند، اسرائیل رو محکوم میکنند و تمام این مسئله ها، حتی تظاهرات میکنند و حتی در تمام رسانه هایی که ما میبینیم بیشتری از مردم عادی به تظاهرات برآمدند که این غیر قانونی است وقتی که در حالت مذاکره، در حالت نشست بررسی طرح صلح بیاین شما رو بکشن. برای شما پیشنهاد میکنن که طرح صلح رو بیایید بررسی کنید، بعد وقتی شما میروید میخواهید طرح صلح رو بررسی کنید شما رو به قتل میرسونن. تمام جهان در این مسئله، یعنی غیر از مسلمان ها، چیکار کردن؟ دفاع کردن، ایستادگی کردن و تنقید کردن و محکوم کردن. اما برمیگردیم به جامعه اسلامی. در جامعه اسلامی مگر ایران در یگان جایی ما ندیدیم که یگان حالت رسمی یعنی دقیق به میون بیاید؟ مثلا ترکیه یگان تظاهرات نکرد، مردم ترکیه حکومتش فقط یک بیانیه نشر کرد که گفت که ما با قطریم و در هر حالتی هست ما با قطر هستیم، در حالی که خودی ترکیه با قطر شرطنامه‌های نظامی دارد و ترکیه میتوانست چیکار کند؟ بدون شک دفاع کند و جواب بگوید، چون ترکیه عضو ناتو هست و این کار نکرد، ترس خوفی خودش. حتی در روز گذشته یکی از طرفداران اسرائیل، حکومتداران اسرائیل، حتی در حکومت هم کار میکنند، روزنامه‌نگاری دولتیش به خنده گفت که امروز دوحه، فردا استانبول یا انقره. با این مسخره ترکیه را کشیدن. بعدا یکی از کارمندان وزارت خارجه ترکیه بود یک پاسخ دیگه داد، اما حرف اینجاست که اینها میخوان هر منطقه رو حمله کنن ولی پاسخ در اینجا نشد. دولت‌های عربی، بن سلمان مثلا عربستان سعودی به یک بیانیه اکتفا کرد، یگان
بشینن، یک حالت اضطراری نشست، تمام این مسئله اصلا صورت نگیرید. اصلا صورت نگیرید. به خاطر چی صورت نگیرید؟ به خاطری که عرب ها، جامعه اسلامی هیچ وقت آماده دفاع از یکدیگر نیستن. خودخواهی جامعه اسلامی را فرا گرفته است و جامعه اسلامی از هم پراکنده و هر کس به خاطر منفعت خودش، تاجیکستان اون طرف از روسیه وابسته، این طرف از امریکا، دیگر طرفش از انگلیس، دیگر طرفش نمیفهمم از دیگر، هیچ کدومش آماده دفاع از یکدیگر نیست. ایران رو حمله کردن همین جامعه اسلامی، همین عرب‌ها از سرزمین خودشان اجازت دادن که تمامی درون‌های ایرانی، موشک‌های ایرانی زده شوند. ده ها بار ایران به اینها گفته بود که همین کار به من تنها نیست، میآید به شما همین مشکل برمیخورد، شما را میآیند میزنند. ولی دولت‌های عربی نمیفهمم از کجای چی بهانه‌ای گرفتن، ولی به هر حالتی که نباشد این حالت به میان اومد. خب برای همین من همین کامنتاری را از اینجا بردارم دوستان، از روی داشبورد، چون امکان داره بچه‌ها هر چی بنویسن کسی حقارت نکنه. کامنت. خب بله ببخشید دوستان. برای همین وقتی که ما میخواهیم در عموم صحبت کنیم مورد کشورها، باید دقیقاً بدونیم که جامعه اسلامی کشورهاش امروز زیر دست، یعنی تابع دیگر کشورها هستند و مردمش در یک فشنگی دولت‌های خارجی در جنگ اطلاعاتی قرار دارند که تمام اونها مغزشویی کرده میشن. جامعه اسلامی امروز از تمام طرف زیر فشار قرار دارد. حاکمیتش مطابق اطاعت میکند از حکمرانای ابوالقدرت و مردمش چیکار کرد؟ توسط همین بردگویی که از خارج اداره میشوند، توسط اینا و توسط اطلاعات اداره کرده میشوند، مغزشویی کرده میشوند و اجازت دادن نمیشوند که مثلا چیکار کنن؟ اینها از یکدیگر دفاع کنن. مثال عادی میگیریم، مثلا در تاجیکستان نقاب اول منع کردن. روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و همه این کشورها را مجبور کرد که در داخل خودش نقاب منع کنه. وقتی نقاب منع کردن، روسیه خودش تصمیم گرفت نقاب در داخل خودش منع کنه. گفت جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی نقاب منع کردن. کدام کشورها؟ کشورهایی که دیگه جامعه اسلامی از تاجیکستان، ازبکستان میفهمن فلان و فلان. چرا چون این کار را کرد؟ اول چرا خودش که بارا نقاب منع نکرد؟ چون میدونست که با مشکلات مردم روبرو خواهد شد و جامعه اسلامی که در بیرون هست، در داخل خودش هست، تنقید زیادش میکنه، تظاهرات ها زیاد میشد و اجازت نمیتید. پس اول زیر دستی خودشه، فهمیدی، برده خودش در تاجیکستان، در ازبکستان، در قرقیزستان فرمان داد نقاب منع کنید و بعدا اومد در داخل روسیه کار کرد و جامعه فلان. همین گونه دولت‌های عربی هستند. مثلا فرانسه چگونه توانست حجاب رو در مکاتب یا که منع کند ولی لباس‌های دینی رو چگونه موفق شد؟ به خاطری که اول الجیر رو که زیر دست هست، مغرب رو یا که مراکو که در دستش هست، در اونجا این قانون ها را قبول کرد و با خودش گفت تمام دیگه در فلان دولت های اسلامی ممنوع است، منم ممنوع میکنم. اما ما مسلمان ها و جامعه اسلامی از این چیز دور هستیم، نگاه نمیکنیم که چرا میایم بالای ما اول این قانون ها را تطبیق میکنن. به خاطر که مسلمان هایی که در داخل کشورهای اونها هستند با مشکل بر نخورن و در همین روند برنامه سازی مدرن مدگرایی بر بگردن، یک مسلمان بتواند چکار کند؟ مثل اونها شود. برای همین برادران و خواهران گرامی، موضوعی که ما صحبت میکنیم خوب دقت بتید که ما وقتی که میبرویم صحبت میکنیم شما را خوب برای روان میسازیم که همین مفکوره غلطی را که اینها بالای ما میارن جوری میکنن اینا بیرون بسازیم. بدونیم که روسیه وقتی که در ما یک قانون قبول کرده میشوند، ما بدونیم که نه، این قانون فقط به خاطر است که ما باید تاجیکستان از خطر دینگرایی، افراطگرایی نجات بدیم. نه،
این خطر نیست. مگر کدوم دیندارا تاجیکستان رو تهدید کردن؟ همین دیندارا بودن سالها همین تاجیکستان رو دفاع کردن. پس مشکل در دین نیست، مشکل در اونی است که اینها میخواهند همین طریقتی ما را به مدگرایی، به بد اخلاقی و به اونی که ما همیشه برده و غلام افکار و روند فرهنگ اونو باشیم پیش میبرند. وگرنه جامعه اسلامی و فرهنگ اسلامی و فرهنگ غرب و روسیه چی اصلا یک نموده است؟ متفاوت است، فرق میکند. چی با هم یکدیگر نزدیک میکنند؟ ما اصلا مسلمانیم و فرهنگ دینی ما بسیار فرهنگ جداگانه است، فرهنگ دینی اونهاست. پس ما باید وقتی که صحبت میکنیم، موضوعی رو بررسی میکنیم، باید بدونیم که اینها میخواهند اول فرهنگ ما رو از بین ببرند، فرهنگ دینی ما رو از بین ببرند، فرهنگ زبانی ما رو از بین ببرند و در کل بعدا بر بگردن بیان ما رو بسازن اون چیزی که خود میسازن. وگرنه در تاجیکستان امروز ده‌ها مکاتب روسی است، هزارها معلم آموزگار از روسیه رفتن در تاجیکستان وجود دارند و اونها درس میتین در تاجیکستان، معاششون از روسیه میگیرن. این هدف در چی است؟ چرا یک معلم روس برود از روسیه معاش بگیرد و برای فرزند تاجیکستان درس بتید؟ یا روسیه احمق است، ابله است، پول مردمش رو میارد در ما مصرف میکند و یا ما ابله هستیم که اجازت میتیم او بیاید بالای ما چکار کنه؟ فرهنگ خودش رو بسازه. وگرنه هیچ گونه مفهوم، یعنی بدون منفعت یگان کشور، جامعه، شخص، یگان نفر نمیاد به منطقه خدمت بکند و هر کسی که میکند این کار ابله است. برای همین همدیران و هموطنان عزیز، مسئله هایی را که صحبت میکنیم خوب دقت بدید. حالا وقتی که ما نگاه بکنیم، اگر که کشورهای عربی و قطر احساس کنند که مثلا ایالات متحده آمریکا ایمه قطعی نداره، یعنی اصلا وزنی نداشته است که از همین مرزهای کشورهای عربی دفاع کنند، یعنی وقتی که همین ها مطمئن شدن، وقتی که مطمئن شوند در این کار چه اتفاق خواهد افتاد؟ اتفاق اول، کشورهای عربی یک سرپرست دیگه میکوند به مانند چین، میروند طرف چین، دو میروند طرف روسیه، سه میان با ایران سازشنامه میکنن، خب چهار میکوند خب نمیفهمم یک دولت مثل ترکیه و یک اتحادیه دیگه خودشون میسازن. وقتی که مطمئن شدن این کارو میکنن. یا اینکه در غیر حالت کاملا دولت‌های عربی میآیند میگویند که نه، ما به یگان نفر نیاز نداریم و ما مستقل میشیم، تمام تمام دیویزیوها و یا اینکه همون بخش‌های نظامی که امریکا دارد، اروپا دارد، دیگر کشورها دارد از داخل خودشون بیرون میکنن و میگویند که نه، ما دیگر از این پس مستقل و به هیچ کس باج نمیسپاریم و خودمون از خودمون دفاع خواهیم کرد. و در این حالت اگر با هم اتحاد شوند میتوانند از خود چکار کنند؟ دفاع کنند. و در غیر صورت میتواند هر یک کشورش خودش مستقل شود. اما خود مختاری کمی به اینها ضربه سخت میزنه، چون کشورهای دولتی عربی کشورهای خرده هستند که میتوانند چکار کنند؟ هر روز مورد یک حمله قرار بگیرد و اونها بویگری که دارن از دست بیتین. و برای اساس من فکر میکنم که چی اتفاقی میفته. من فکر میکنم که کشورهای عربی الکی اون بوجی که به امریکا میسپارن دیگر شاید نسپارن، یعنی اون درجه که قبلا میسپاریدن حالا شاید کمتر بکنن اون و در عوض اونی که کمتر میکنن دیگر چکار کنن؟ کمک خطر رو احساس کنن و برای این جلوگیری از چنین خطرها خودشون آماده شود. اما چیزی دیگه ای که ما در اینجا تحلیل کردیم که امکان دارد صورت بگیرد، من تقریبا صفرش میدونم. اصلا احساس نمی کنم که دولت‌های عربی جسارت داشته باشند از زیر سلطه امریکا بیرون شوند و زیر سلطه هر کشور دیگه ای بروند یا اینکه مستقل شوند. یعنی من
چونین پیشگویی را کردن همتون و مطمئن هستم که تقریبا این اتفاق نمیفته، به خاطری که دولت‌های عربی هم در بولو ذکر کردیم خودخواه هستن و اونا همیشه چیکار میکنن؟ کوشش تلاش میکنن که در زیر دست دیگران باشن، وگرنه بعد از ما نگاه کنیم بعد از اونی که خلیفه از بین رفت، یعنی خلیفه عباسی ها، دیگه دولت های عربی تو این زمان یعنی حدودی تقریبا 900 سال میگذره، 1000 سال زیادتر میگذره، اصلا کشوری اول قدرتی که بتوانند جهان رو اداره کند و یا اینکه مستقل کامل باشد وجود نداشتن. بر خاطر چی؟ به خاطری که عرب ها یک نفر اداری قوی که بتواند اونها رو اداره کنه ندارن و همیشه منتظر اونی هستن که یک نفر پیدا شود، یک کشور اول قدرت پیدا شود از اونها حمایت کنه. برای همین مشکلات اساسی این دقیقاً در اونجایی است که عرب ها نمیتوانند و نخواهند کرد چون این یگان کار در مقابل اسرائیل و امریکا. و حتی ما میتونیم پیشگویی کنیم که خود قطر در علاوه اینه که حمله صورت گرفت و خاکی خودش حمله جوابی نخواهد کرد، به احتمال خیلی زیاد 1% هم نه، 99 از 10 9 خیلی کوچک امکان دارد قطر یک حمله ظاهری به اسرائیل بازم خبر بکند و یک حمله کوچکی را انجام بده. تو اینه که وزن خودش رو، ولی اینم خیلی کمه، شاید خیلی پول پرداخت کنن به امریکا را که امریکا اجازه چوب چون یک کارو بکنن. برای همین هم‌یاران و هموطنان عزیز همین مسئله ما میتوانیم کامل بیان بداریم چون ما فکر نظر میدیم. هدف ما اینجا بد ساختن و بد گفتن کدام اطرافی نیست. هدف ما تحلیلی است که از برداشت خوانده ها گرفتیم و اون چیزی که بیشتری کارشناسا در این مورد بیان داشتن و به همین اساس ما این موضوع رو بیان میداریم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، ما برمیگردیم به مسئله دیگر از همه مهم. شما همونطوری که میدونید تاجیکستان یک شرطنامه‌ای دارد با کشور روسیه، شرطنامه‌ای که در صورت حمله روسیه از خاک تاجیکستان دفاع میکند و ما دیدیم که وقتی که در داخلی تاجیکستان جنگ شهروندی شد، در زمان جنگ شهروندی روس‌ها بسیار کمک کردن به فرانت خلقی با کسانی که تمام مجاهدین مبارزین و کسانی است که استقلال خواه بودن کشته شدن. من نمیگم که در مابین فرانت خلقی اشخاصی درستی وجود نداشت، بود، ولی بیشتر اینها فروخته شده هایی بودن که به روسیه فروخته شدن و به خاطر روسیه و منافع دموکراسی روسیه مبارزه بردن یا اینکه کمونیسم روسیه و فقط اینها رو چکار کردن؟ سرمایه گرفتن و حکومت روسیه به اینها کمک میکرد، چرخبال میداد و تمام فضا رو تجهیزات مهیا میساخت تا اینه که اینا بتوانند در مقابل مجاهدین مبارزین و وطن دوستداران و کسانی که استقلال میخواهند، استقلال خواهان چکار کنند؟ مبارزه ببرند. و وقتی که قرقیزستان به تاجیکستان بارها حمله کرد ما دیدیم که هیچ اتفاقی نافتاد، نه روسیه جنبید نه هیچی، گفت بین خودتان حل بکنید. همین اتفاقی که به قطر افتاد و امریکا پاسخ فقط گفت که من همدری محکوم میکنم و چون این نشود و در همین یک بیانیه گفت که شما بین خودتان حل بکنید مشکلات مردم. یعنی از حدود تاجیکستان، از مرز تاجیکستان دفاع نکرد. پس اون 201 دیویزیه در تاجیکستان گوه میخورد. چیکار میکنن؟ من از شما بینندگان سوال میکنم که 201 دیویزیه در تاجیکستان چیکار میکنن؟ شما پاسخ بدید. برای چیست؟ برای چی روسیه در سرزمین ما یک نظام یک نمیفهم دیویزیه داشته باشد، یک نهاد نظامی داشته باشد؟ دوستان گرامی،
یک معلومات رو اینجا من پیدا کردم برای شما میخوام. میگوید که در من این اگر بتونم به سمت شما کاملا برسونم اینجور بهتر است. ببخشید دوستانی که زبان انگلیسی را نمیدونین، من این را به زبان انگلیسی است ولی کوشش میکنیم که بازم به زبان توجیکی ما خودمون ترجمهش کنیم. همونطوری که شما میبینید در همین شرطنامه که در می سال 2025 صورت گرفت، 14 می، در رسانه روترز نشر شده است، میگه که قطر 1 تریلیارد 1.2 تریلیون چیکار کرد؟ اکسچنج کرد با وایت هاوس. یعنی اقتصاد امریکا از قطر چیکار کرد؟ چقدر و بیشتر اینها ببینن به خاطر چی است؟ به خاطر تجهیزات نظامی. یک بوینگ، ایرلاینز، تمام اینها تجهیزات نظامی است که از امریکا خرید. آیا همه این تجهیزات نظامی یعنی برگردانیده شد؟ نه. این هم مسئلهش. ببینید در می وقتی که سفر کردن، در همین سفر بیشتری از سازشنامه‌های نظامی و دفاعی بود. خریدن هواپیماهای نظامی و بوینگ‌هایی که اونا چیکار میکنن؟ از سرزمین یعنی حمله میکنن و دفاع میکنن. در همین سازشنامه که عمدتاً 1.2 تریلیون دلار آمریکایی مصرف کرده شد، ما میبینیم که امریکا بالاخره در آخرین نقطه از خاک قطر دفاع نکرد. این قدر پولی که قطر همین سال به امریکا داد کجا شد؟ برای چی قدر پول پرداخت کرد؟ پس وقتی که ما برمیگردیم به تاجیکستان نگاه میکنیم، ما دقیقاً میدونیم که حکومت روسیه هیچ وقت آماده دفاع از سرزمین ما نیست. همین گونه که شما دیدید سازشنامه را مینویسن، میلیون ها سوم رو از ما و شما میگیرن و میلیون ها سوم دیگر را چیکار میکنن؟ میبرن به تو ایتری میفروشن و به هر بهانه تجهیزات های نظامی را برای تو میتین. تجهیزات نظامی که در حالتی که به اونها نیاز شوه یک بار هم خیلیش بینن از کار میمونن و هیچ وقتی مورد استفاده نمیشه دیگه. و تو پول پرداخت میکنی، در آخر هیچ چیز نداری و بعداً تو بالای سرت میآین بمب بارانت میکنن. بعد میگوید که خیلی بخشش که خب این کار اتفاق افتاد، من این کار محکوم میکنم. رنگ اینه که یک برادر بزرگی داری، برادر بزرگی میآید میگه که برای هر کار میکنی کردن بگی، من میام از دفاع میکنم. من میام هر کسی که اون قبل گفت شتلچ میکنم. بعد در بیرون لطه کوبت میکنن. بعد برادرت میگه میگه که خیلی بیزیب کاری بیزیب کردن، باید نمیکردن این کارا، میبخشی. تمام. نه اونو را میره یگون حرف میزنه، نه میره اونو را میزنه، بلکه با یادش دیگه ختم میگیره. در عوض این هزارها پول مولی ترام گرفته است. این مسئله هایی است که ما وقتی در مورد شرطنامه روسیه و تاجیکستان صحبت میکنیم، واقعا هم 201 دیویزیا در تاجیکستان یک از دیویزیوهای بدترین، یک از نهادهای نظامی بدترین و اون چیزی که از پول مال مردم تاجیک در اونجا قرار دارن و مردم تاجیکستان در روسیه حضور اذیت میکشن و اونها رفتن در داخل وطن ما و شما، سرزمین ما و شما رو، آب و هوایش رو میگیرن و چیکار میکنن؟ مرزهای ما را خیلی که میفرام خیلی استفاده میکنن و ما حق حرف زدن نداریم. یک از اشتباه نکنم سهراب بود، اگر من در یک برنامه در موردش صحبت کردم که سرزمین ما را چیکار کرد؟ از ازبکستان گرفت. همون در یک از بیانیه‌هاش نشر گفتگی بود که وقتی که ما به خاک افغانستان میخواستیم سفر بکنیم، از 201 دیویزیا اجازت میپرسیدیم، میرفتیم در لب مرز و اجازت میپرسیدیم که ما میتونیم اوسو بریم. تو وقتی که ما را اینا اجازت نمیدادن روسا، ما نمیتونستیم از کشور خودمون به کشور افغانستان بریم. در سرزمین خودت حق نداری که یک کارمند حکومت
بدون اجازت روسیه از طرف او طرف بریم. برای همین این مسئله بسیار مسئله عمیق است. حالا ما نگاه کنید، حالا ما میبینیم که کشورهای عربی، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای پساشوروی، چین، پاکستان یک نشست بزرگی به اسم شانگهای که ساختن در اونجا اشتراک داشتن و در چین در هفته گذشته یکی از بزرگترین نشست‌هاش با رهبری چین رئیس جمهوری چین برگزار کرد و این نشست ارتباط خیلی زیچ به همین موضوعی داره که ما صحبت میکنیم. این نشست چی رو نشان داد؟ این نشست اونی رو نشان داد که چین علیه جایگزینی روسیه میخواهد باشد و روسیه علیه بلاک خود را همچون یک کشور ابوالقدرت چیکار میکند؟ تغییر میده طرف چین و با چین میخواهد اتحاد شود در مقابل امریکا و زیر دستی خود چیکار کردن؟ علیه همونطوری که شما دیدید پاکستان یکی از کشورهای مسلمانی که بسیار سلاح هسته‌ای دارد، نظامش قوی است، علیه برگشت به دایره چین و در بازی چین شامل شد و چین علیه پاکستان را زیر نفوذ خود قرار داد و حتی یک شرطنامه نوشتن که هر کسی که به پاکستان حمله کرد یعنی با چین حمله کرد. پس شرطنامه‌های دفاعی یعنی گرفتن پاکستان از دست کشورهای غربی خودش علیه اعلان جنگ بکی است به کشورهای عربی و کشورهای غربی است و از جمله بریتانیای کبیر و ایالات متحده آمریکا. برای همین علیه ضعف شدن دو طرفه دو جانبه جهان شروع شد که جهان علیه اون طرفی چین، روسیه، پاکستان، نمیفهم دیگه کشورها تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و نمیفهم کشورهای خود علیه در یک بلاک کره شمالی و این طرف بلاک دیگر امریکا و متحدانش علیه با هم اتحاد شده ایستادن تا اینه که چیکار کنن؟ بالای من و تو مسلمانی هیچی نداشته تصمیم بگیرن. اینش میخواهد امریکا را ضعیف بکند، از دیگه طریق بیاید حالا نمیفهم دیگه کشورهای عربی و ما و شما را اداره کند، این دیگرش هم از این طرف میخواهد که بیاید نمیفهم اون طرف ضعیف کند و این طرف بگیرد اداره کند. ولی در هر دو طرف هدف اساسی اینها یک چیز است، اداره کردن ما کیم؟ ببخشید یه لحظه. دوستان صدای ما هست؟ دوستان صدای ما در پخش مستقیم هست؟ خیلی اوزار زنگ زده بودم و نظرم اینترنت مشه، اگر نمیگرفتمش اینترنت خاموش میشه. صدای ما هست بچه‌ها؟ صدای ما هست دوستان؟ هست. تشکر برادر. خب پس این بلاک های نظامیه که ما در موردشون صحبت کردیم هدف اساسیشون ضعف گردانیدن مسلمان ها و اداره کردن مسلمان هاست و همین گونه ما را اداره خواهند کرد. چرا باید ما را اداره کنند؟ چرا باید مسلمان ها امروز در حالت ضعف قرار بگیرن؟ چون ما پراکنده ایم، بویگری طبیعی زیاد داریم و در بهترین نقاط جهان چیکار کنیم سرزمین داریم و تمام بویگری های جهان تقریبا از همون طرف ها اومده می شود. ما نفت داریم، برق داریم، معدن های کوهساری که خیلی زیاد طلا و نقره و سنگ های قیمت بها و هزارها چیز در سرزمین های ما هست. پس هدف اساسی اداره کردن و
ضعیف کردن مسلمان ها و اداره کردن مسلمان هاست. و اگر امروز من تو خاموش بشینیم، من و تو تحلیل نکنیم که روسیه 201 دیویزیش در تاجیکستان فقط به خاطر اداره ما مسلمان های تاجیکستان است، به خاطر ضعف گردانیدن ما است، به خاطر استقلال مستقل نشدن ما است. اون نمیگذارد که ما تو مستقل شیم. هیچ وقت از من تو دفاع نمیکند در حالت یک خارجی برای من تو بیا حمله کنه. یگان وقت یگان کشور خارجی بیا من تو دفاع نمیکند تا زمانی که منافع خودش نباشه. قرقیزستان حمله کرد، روسیه از ما دفاع نکرد. چین اومد سرزمینی ما رو در 2011 12 گرفت، از چین در مقابل چین ایستادگی نکرد. هیچ وقتی نمی ایستاد وقتی که از من تو بالای من تو کسی حمله کنه. نه روسیه میستد، یگان نفرش نمیستد، فقط من تی مسلمان، من تی تاجیک میستیم سرزمین خودمون رو دفاع میکنیم. هیچ کشور دیگری برای من تو دفاع نمیکند. برای زن من، برای فرزندی من، برای زنی تو، فرزندی تو، مادری تو، پدری تو، خواهری تو هیچ کس نمیستد، هیچ کس نمیخیزد. پروای من تو ندارم والله قسم. هر روز اگر بخوای میان میکشن میرود، پروا ندارن. خونی من تو برای اونها هیچ ارزش ندارد. سرزمین من تو برای او هیچ ارزش نداره برای خارجی. اگر ارزش میداشت سرزمینی من تو نمی اومدن در سال 2012 زمینی ما رو به چین بفروشن و نمی اومدن چندین بدخشانی رو در تاجیکستانی رو به قتل برسونن. هزارها بدخشانی بهترین فرزندان این کشور در سال 2012 در سرزمینی خودمون کشته شدن به خاطر دفاع کردن از سرزمین. نه اینه که دفاع نکردن، بلکه بازم فرزندان همین کشور، استقلال خواهان همین کشور، کسانی که برای مستقل بدن، برای این همین سرزمین ایستاد کردن، اونو رو چکار کردن؟ کشتن، به شهادت رسوندن. یگان امضا، یگان شرطنامه نظامی به کار نمی رود. لازم ندارن. من طرف فقط در صورت دفاع میکنه که روسیه ببیند که امریکا، بریتانیا، افغانستان، نمیفهمم هر کشور دیگه میآید زیر سوال نفوذ روسیه را در تاجیکستان میبرد. بعد میخواهد چکار میکند؟ دفاع میکند. چون نفوذ خودش رو نمیخواد از دست بدهد. چون تاجیکستان با ایوان رحمانوف یعنی روسیه، ارزش روسیه و اگر نفوذ روسیه و اگر هر کشور دیگری که حمله کند و بخواهد زیر سوال ببرد نفوذ روسیه را، بعد روسیه چکار میکند؟ در اینجا دفاع میکند. در غیر صورت هیچ وقت بالای من تو چکار نمیکند؟ دفاع نمیکند. نمیاد از حقی من تو دفاع کند. اتفاق نمیفته. برای همین برادران و خواهران گرامی دقیقاً بدانید که هیچ نفر از خارج کشور و هیچ نفری که کشورهای ابوالقدرت هستند در پشت من توی مسلمان نمیستن. در پشت اون کسی که امروز در تاجیکستان کمونیسم میخوایی، دموکراتیسم میخوایی، نمیفهمم هزارهای دیگه رو پیروی میکنی، مطمئن باش که در پشت هیچ نفر نمیستد وقتی که یک کشور دیگه بالای تنده کنه. یگانه کسی که پشت من میستد من خود ما هستیم. ما بخزیم برای سرزمینی خود، برای دفاع کردن او ما میتوانیم دفاع بکنیم. امروز هزارها کشوری همسایه من به سرزمین به دفاع است، دفاعگر ندارد، پراکندن، زیر دستن. من اگر امروز بیایم مستقل بشیم اون زیر دستا رو نجات میدیم که در گذشته زیر دست من بدن. ما سرمایه گذاری اونها، ما مدافع اونها بدیم. امروز هر از دست دادیم، غلام روسیه، امریکا، اروپا، نمیتونم عرب و عجم و غلام هزار کسا شدید. تمامی مشکلات در ضعف من است، در ضعف کسی دیگه نیست. او را نرفت در ضعف دیگه بکو. امروز تاجیک نمیفروشن، مسلمان نمیفروشد، دروغ میگه. بدبخت مسلمان برادری خودت است، فریبش میکنه، میگه نمیره. فکر نمیکنه که شان، شرف و اعتماد باوری از مسلمان دور میکنه. ایش میره خانه دیگرش هم میزنه، فلانش میره خواهر دیگرش هم فلان میکنه. و بس کنید بدبختی رو، بر بگردید به یک
اخلاق حمیده و بیداری فکری سیاسی و جامعه خودتان رو بسازه. فکر میکنم با 4 تا رقص کردن، سرود خواندن، 4 تا دام بلند ساختن میشود. در غزه 1000 تا ساختمانی بلند بود، یک ساختمان امروز موجود نداره، همه را به خاک یکسان کردن. یگان ساختمان نیست در اونجا، زیاد از 40,000 کودک به شهادت رسید. فردا اگر برای من بالای من حمله کنن، نه ساختمان میمونه، نه باغچت میمونه، نه دموکرات میمونه، نه سرود و صنعت و نمیفهمم فلان و بسمدارون میمونه. ده 20,000 جنگنده که بعد از جنگ شهروندی بدن همه اونا رو نابود کرده. نمونده که نظامی ما قوی شود، کشوری ما قوی شود. میمونده همه اونا سلاح استفاده میکردن، همه اونا توانایی جنگیدن بودن، رزمنده بودن. اونا میتونستن نه تنها تاجیکستان بلکه جهان را اداره کنن. نیم شکشته نمیگه برده زندان کرده، نیم دیگه ایگه خونشین کرده. بلیاز خدا بربخیزید و نفوذی خودتان رو بالا بر ببرید، عقل خودتان کار بفرمید. امروز فقط تاجیک غلام است، غلامکاری پسترین کار تاجیک میکند. بشرمید و خزدم علم باشد، فرهنگ باشد، درس بخونید، فرزندایتان رو درس بدید و کوشش کنید که از همین زیری دستی براید اخی. این زیری دستی شما رو به هیچ جا نمیبرد. ما باید کسی باشیم که چیکار کنیم؟ جهان را بسازیم، جامعه را بسازیم، فرزندامون در بیاکنیم، جهان را اداره کنیم. هر روز میبینیم یک عالم نقل میکند که علم اگر در سورایا باشد فرزندان فارس او علم پیدا میکنند. ناشکری فرزندان امروزه فارس که غلام روسیه هستند. چگونه امروز تو علم اسرائیل پیدا میکنی؟ در یک وگان پسیدگی خوی و میگوی که علم در سورایاس فارس پیداش میکنن. کجاست اون علم و شرف و اقتداری تو؟ فرزند ای قطرسون نکو، ای پدر ای مادر، فرزندت روی قطرسون نکو. با این ترس پیش نمیره جامعه ما، با این ترس جهان پیش نمیره، با این ترس خودت ذلت میتی فرزندت در آینده. فرزندش اومده در صدم اتج میاد به زمین میزنه، زنگ سومم روی که بگو فرزند غذا داری، لباس داری، گام میفروشم روی من، درس بخون، تحصیل که فردا با این سر با این معنی جهان اداره کنی. اگر فرزندت رو علم میاموختی امروز در خانه نشسته، در آنلاینی در امریکا کار میکرد، در چین کار میکرد، در دیگر جا کار میکرد، مبلغ در میآورد. ولی این همی ترسه که امروز مادری تاجیک، امروز پدری تاجیک به فرزندش میتید، هیچ وقتی که فرزندی تاجیک آینده مستقل شده نمیتواند، هیچ وقت فرزندی تاجیک آینده نمیتواند یکون کشور رو اداره کند، کشورش رو ساخته نمیتواند. هر روز میبریم اینجا برنامه میکنیم، میگیم که برادر ببین امریکا از قطر که سازشنامه دارد، قطر پولدارترین کشور است، وقتی اسرائیل حمله کرد دفاعش نکرد. وقتی چین اومد سرزمینت رو گرفت، روسیه است حمله نکرد، سازشنامه نظامی داشت. قرقیزستان حمله کرد، دفاع نکرد. تو میدخویی که فردا از تو کسی دیگه بیاد دفاع بکنه؟ با والله قسم اگر همین گونه ادامه کنه فردا میان زن فرزند در خونه تجاوز میکنن، میرن حرف زدن نمیتونه، زبان باز کردن نمیتونه، حرف بزنی یک تیر در سر سینت میزنه میره. از ناموس دختر دفاع کردن نمیتونی. شرم حیا کنید والله قسم، بر بخیزین بیایید صحبت کنید، عقل فکر تفکر بسازین. آینده کشور به دست شما باید باشه، به نسل جوان باید باشه. باید شما باشید که جامعه تاجیکستان را بسازید، اداره کنید. شما باشید که این کشور را برقرار کنید. اگر شما بخواید که همین تاجیکستان همین قبه مون همین رفتم گیره، هیچ وقت آینده پیروز نمیشوید. هر کسی که در روند کشورسازی بزرگ شدن نخواهد، او دیگه از بین میرود. تو فکر که تو در یک سطح قرار بگیری، همیشه به یک معاش زندگی کنی، معاشت بلند نروه.
همیشه معاشت مثلا 100,000 روبل روسیه که 100,000 سومون باشه، 10,000 سومون 100 سال بگذره با هم 10,000 سومون بمری بره. زندگی به همین پیش میره و نه تغییرات باید به میون بیایه. سرزمین ما اگر بزرگ نشه و ما اگر نسازیمش، مطمئن باشه یک فردا میاد کسی که این عقیده بزرگ شوی را داره سرزمین من از دست میگیره. اگر قرغیز به من تعامل رحم میکرد در مسجد در وقت مسجد ما و نمازگزارای ما رو به بیرقترش نمیزد. مطمئن باش که فردا میایم به خدا مطمئن باشه در دوران جنگ شهروندی مردم غرم چنان آزار اذیت کشیدن، یک عده کسانی که تاجیک نبودن آمدن مردم را چنان تجاوز کردن، چنان آزار اذیت دادن، چنان کشتن که خون به قد چی میره؟ مرده های مردم را در سرخاب آوی میکردن. حالا هزارها آدم و مرده های خودشون را پیدا نکردن. یک قسمت چا میکردن در داخل اونجا به همون کمز میریختن مرده های مردم. یکی از برادرای نزدیک داریم پدر بزرگش فقط به زبان تکرار کرد است که اشهد ان لا اله الا الله، تیرش زدن کشتنش که این وافچی که این کلمه شهادت تکرار کرد. فردا میوین از او قدر بدترت میکنن. همون جنگ شهروندی را پشتش کی بود؟ ازبکستان و روسیه. ازبکستان نمیخواست که سمرقند و بخارا به دست تاجیکا بغلطه. روسیه نمیخواست که نفوذش رو در تاجیکستان از دست بده که تاجیکستان مستقل شود. و این باعث کش که من اتراج کار کنم به قتل برسونن. اگر هر چند ما در اینجا صحبت کنم باز هم کم است برای من تو. ولی میگن یک نقطه بس است اگر شعور است. به این افتکاک میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و شما را به پروردگار میسپارم و امیدوارم که پروردگار همه شما رو تا هفته دیگر در امان نگهبان باشد و امیدوارم که ما بتوانیم هفته دیگر باز یک برنامه دیگه داشته باشیم. و از شما بابت اینه که نتوانستیم برنامه را دیروز در وقت اعلان برگزار کنیم عذر میپرسیم و اینه که وقتی ما کوتاه‌تر است و برنامه را یک ساعت ادامه دادیم بازم عذر میپرسیم. امیدواریم که بتوانیم در برنامه بعدی بیشتر در خدمت شما قرار بگیریم. برادران و خواهران عزیز لایک بیشتر بگذارید، کامنت بیشتر بنویسید و ان شاء الله که از این طریق به یکدیگر کمک میرسونیم که برنامه بیشتر و بیشتر شود. شما رو به پروردگار میسپارم. پروردگار همه شما را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.